علما میگن که قبر همیشه 4 پیام به انسانهایی که روی زمینن میده. میگه من خانه مار و مور و عقربم، انا بیت الدود، من خانه کرم ها هستم. انا بیت الغربه، من خانه غربتم. انا بیت الوحشه، من خانه وحشتم. انا بیت الظلمه، من خانه تاریکی ام. برای تاریکی من چه آماده کردید؟ چه چراغی؟ ما چیز تاریک رو وقتی میخوایم تشبیه بکنیم میگیم مثل گوره، مثل قبرستان تاریک، مثل گور. میگه برای تاریکی من چه آماده کردید؟ چه چراغی، چه مشعلی، چه روشنایی؟ برای غربت من چه آماده کردید؟ هر کسی تو قبر قرار گرفت غریب میشه، فراموش میشه، تنها میشه، کسی یادش نمیکنه. نزدیکترینمون هم فراموشش میکنیم. بعد از مدتی غریب تنها میخوابه. بارها شده سر قبرستان رفتیم، توجه به قبر پدر و مادرمون هم نکردیم. انسانی که مرد بعد از مدتی فراموش میشه، غریب و تنها میشه. چه انسی که اونجا باش انس بگیری، تو غربت من از تنهایی در بیایید. القبر اما روضة من ریاض الجنه و اما حفرة من حفر النیران، فروح و ریحان و جنت نعیم. اگر پرونده ما و شما با نیکی جمع بشه، خداوند پنجره‌ای در قبر شما باز میکنه، روح و ریحان بهشت، اون بوی معطر و خوش بهشتی به مشامتون میرسه. تا چشم کار میکنه خداوند قبر رو از دو پهلوی شما دور میکنه و باغی از باغهای بهشت خواهد شد. بعد میگه برای مور و مار و عقرب من که شما مسئول باشید. این چشم بلورین شکل ظریف، این کفن زیباست سفید پاک، وقتی تو قبر گذاشته شدید این کرم مقابل چشم سوراخ میکنه، اون مردمه که چشم تو خاک و کرم میخوره. خاک اجازه نداره جسم 2 نفر رو بخوره. یکی جسم انبیا که ما نمیتونیم انبیا بشیم، انبیا تمام شده. 2 جسم شهدا، شهیدم که در راه خدا شهید شده، خاک اجازه نداره جسمشو بخوره. اگر قبر حضرت عمر یا حضرت حمزه، مصعب، شهدایی که در راه خدا شهید شدن الان خاک برداری بشه، مثل این که تازه شهید شدن، تازه خون زنده است رو بدنشون. در نتیجه شهید نه غسل داره، نه کفن داره، نه نماز جنازه داره، همون لباس خودش. سبحان الله. مثل این که الان 1000 سال پیش شهید شده، مثل این که الان دفن شده، بدنش گرم تازه. اینو که میتونیم داشته باشیم، اون یکی نمیشه. تلاش بکنیم خوب بمیریم، زیبا زندگی بکنیم، خوب زندگی بکنیم و خوب بمیریم. بعد میگه من خانه وحشتم، انا بیت الوحشه، برای وحشت من. همه از قبر میترسیم، اما یک نفر از قبر نمیترسه، اونی که توشه داره، اونی که آماده است. وقتی اجل بلال رسید رضی الله عنه در شام بود، یاران و دوستانش کنار نشسته بودن، اشک میریختند. گفت برای من گریه نکنید، برای خودتون گریه بکنید. من از روزی که دستم تو دست رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتم، خلاف اون تعهد و بیعتم عمل نکردم. سبحان الله. از روزی که گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، خلاف این تعهد عمل نکردم. و این جمله رو گفت غدن القى الاحبه محمدا و حزبه. کافی است که من این جان رو تسلیم جان آفرین بکنم، همین کافی است که روحم از این کالبد بیرون بیاد. فرداش یه لحظه بعدش القى الاحبه، ملاقات میکنم با کسانی که خیلی دوستشون دارم. و اونا کیان؟ محمدا و حزبه، محمد و یاران و حزب محمدن، در فردوس اعلی منتظر منه.
انسانی باید احساس پریشانی و ناامنی و تنهایی و غربت بکنه که دستش خالیه. بهترین توشه قرآنه. بهترین سرمایه وقتی داری قرآنه. بزرگترین سرمایه پایداری که هیچ موقع فنا نمیشه وقتی تو زندگی، تو خانوادت، تو خانمت، تو همسرت، تو شوهرت، تو پدرت، تو مادرت، تو اولادت هست، قرآن هست. توجه خاصی به قرآن بکنیم.